مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیمی زنه میگه که منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین از رسانه پشت پرده. سلام، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. خبر قطعی اپلیکیشن های خانواده فیسبوک حسابی مردم جهان رو درگیر کرده و همه مردم به دنبال اخبار هستن که بالاخره علت قطعی اپلیکیشن های خانواده فیسبوک یعنی نظیر واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک دلیلش چی هستش که در این ویدیو ما آخرین اخباری که در رسانه‌های مختلف خارجی منتشر شده رو برای شما خواهیم گفت. شایعات و حواشی زیادی نسبت به قطعی فیسبوک منتشر میشه. عده‌ای میگن که یک پسر بچه 13 ساله این اپلیکیشن رو هک کرد و کلا فیسبوک رو هک کرد و بسیاری از اطلاعات و دیتاهای اصلی این اپلیکیشن رو پاک کرده که اگر این اتفاق بیفته باید به نابودی اپلیکیشن های خانواده فیسبوک سلام بکنیم که البته مقامات فیسبوک از جمله آقای زاکربرگ که مالک فیسبوک هستش این موضوع رو شدیداً رد کرده. ثانیه‌های پیش با CNN مصاحبه‌ای رو انجام داده و گفته که کارشناسای ما برای اولین بار و در یک اقدام بی سابقه یک جلسه اضطراری رو در کالیفرنیای امریکا برگزار کردن و قراره که به صورت دستی اصطلاحاً این موضوع رو حلش بکنن، وارد ساختمان فیسبوک بشن. تمامی درهای ساختمان فیسبوک، ساختمان مرکزیش قفل شده، حتی کارت های کارمندای فیسبوک هم کار نمیکنه و گویا شبکه داخلی فیسبوک هم با اختلال ایجاد شده و اختلال درونش هست که این موضوع هم در مورد خودش عجیب و غریب هست. یک ضرر 160 میلیارد دلاری به اقتصاد دنیا وارد شده با قطعی اپلیکیشن های خانواده فیسبوک و خود فیسبوک هم گفته شده که ساعتی 545,000 دلار در حال حاضر داره ضرر میکنه بابت تبلیغاتی که روی ویدیوها میتونسته پخش بکنه. اگر شما فیسبوک رو روی موبایل خودتون داشته باشید و توی قسمت ویدیوها رفته باشید، بعد از دیدن ویدیوها یه سری تبلیغات برای شما پخش میشه، یا در اینستاگرام با دیدن چند تا استوری یه سری تبلیغات برای شما پخش میشه که اینها برای فیسبوک درآمدزایی میکرده که ساعتی 545,000 دلار اصطلاحاً داره ضرر میزنه به فیسبوک. سهام فیسبوک به شدت کاهش پیدا کرده و حتی خود آقای زاکربرگ هم به رتبه پنجم ثروتمندترین مردمان دنیا رتبهش سقوط کرده که این موضوع و این ضرری که اعلام شده تا 160 میلیارد دلار بوده که به اقتصاد جهانی وارد کرده در طول 2 سال گذشته بعد از پاندمی کرونا دومین اتفاق عجیب و غریب برای اقتصاد جهانی بوده و البته از سال 2008 به این سمت قطعی فیسبوک با این حجم از اتفاقات عجیب و غریب اقدام بی سابقه بوده. خود مقام های فیسبوک حملات سایبری رو کلا منتفی کردن و گفتن که حملات سایبری نبوده که البته شاید این موضوع دور از انتظار باشه، شاید که این اختلال مگه میشه یهویی اتفاق بیفته. از اون طرف خود مدیران تلگرام از جمله پاول دوروف در توییتر حسابی جنجال به پا کردن، مدام توییت های طنزآمیز برای واتساپ میزنن و به مردم میگن که بیاید تو اپلیکیشن ما اصطلاح خودمون حالش رو ببرید. حتی یه دونه پست رو هم منتشر کرده بود که واتساپ رو نشون داده بود که دیلیت بکنن مردم و از اون طرف گفتن که اصطلاحاً 100 میلیون کاربر جدید به تلگرام اضافه شده. حتی مقامات تلگرام گفتن که در خبرگزاری آرپیل آلمان هم به این قضیه اشاره شده بود که یک مهاجرت عجیب کاربران رو از اپلیکیشن سبز رنگ به اپلیکیشن آبی رنگ خواهیم داشت. حتی این به نقل از یکی از مدیران تلگرام بوده که طعنه زدن به واتساپی ها. حتی تلگرام گفته که ما در آپدیت جدید خودمون اگر کلمه واتساپ رو شما تایپ بکنید یک ایموجی لاک پشت میاد که اینم در نوع خودش جالب هستش. از اون سمت سهام تلگرام داره اصطلاحاً افزایش پیدا میکنه و حتی اکانت رسمی وایبر هم به کاربراش سلام کرده و گفته که اصطلاحاً همه شما به ما باز خواهید گشت. چون میدونید که وایبر در طول 10 سال گذشته یکی از اولین اپلیکیشن های پیام رسان بوده برای مردم و از اون طرف نکته که جالب هستش این هستش که مثل همون مثال قدیمی ما ایرانی ها و ضرب المثل قدیمی ما ایرانی هستش این که بازگشت همه به سوی ماست و این طعنه رو اصطلاحاً وایبر و اپلیکیشن واتساپ زده و اختلال عجیب و غریب در واتساپ یک رکورد عجیب و غریب هم هستش، چون در طول سالهای گذشته ما دیده بودیم که مثلا گوگل یا یوتیوب داون بشه، اصطلاحاً
اکثر اپلیکیشن ها ساعتی اختلال داشته باشن. حتی همین تلگرامی که حسابی داره شیطنت میکنه و مدام داره توییت میکنه، بعضا سروراش تا 2 ساعت خاموش بوده و اصطلاحاً از دسترس خارج شده بوده. اما این اختلال 4-5 ساعته تا لحظه ضبط این ویدیو یک اتفاق عجیب و غریب برای فیسبوک هستش که داره به اقتصاد جهان به لحظه آسیب میزنه. از اون طرف یه خبر دیگه منتشر شده بود که گفتن که 1.5 میلیارد اطلاعات کاربرها داره در سایت دارک وب و سایر سایتایی که هکرها در اون هستن به فروش میرسه، که البته عده‌ای از کارشناسان معتقدن که این قضیه نمیتونه صحت داشته باشه، چون آپلود 1.5 میلیارد اطلاعات خودش 1-2 روز زمان میبره و گفتن که اطلاعاتی نظیر اسم و فامیل، آدرس، لوکیشن، جنسیت کاربرها و حتی شماره تلفن کاربرها در این فروش بزرگ و این هک بی سابقه تاریخی یه مقدار عجیب و غریب هستش. یه سری از خبرگزاری‌ها این اتفاق رو روز سیاه برای اینترنت دنیا اصطلاحاً عنوان کردن، چون در طول 1 سال گذشته عده‌ای از کاربرها با اتصال واتساپ به فیسبوک بسیار نگران بودن، چون گفته بودن که شماره تلفن کاربرها در فیسبوک منتشر خواهد شد، که فیسبوک گفته بود که این اطمینان رو میدم که این اتفاق نیفته. به هر حال سهام واتساپ و سایر شبکه‌های این کمپانی هم توسط فیسبوک خریداری شده بوده. تیک تاک، تلگرام و البته اپلیکیشن کلاب هاست در طول 1 ساعت گذشته با اختلال خیلی شدید مواجه شده. حتی یوتیوب و سرورهای جیمیل هم گفتن اختلال داره. البته این اختلال ها به دلیل حمله‌های سایبری نیست، به دلیل هجوم بیش از حد کاربرها به این اپلیکیشن هستش. حتی گفته شده که پنتاگون هم به این قضیه ورود کرده و داره این موضوع رو بررسی میکنه. گفتن که FBI هم ممکنه که ورود بکنه. به حال یک فاجعه بزرگ برای شرکت بزرگی مثل فیسبوک هستش. از اون طرف یه سری از افراد بلندپایه ایرانی هم که مسئولیت دارن داخل ایران و مسئول هستن از مقام‌های فیلترینگ درخواست کردن که تلگرام در ایران از فیلتر برداشته بشه که مردم بتونن تبادل اطلاعات درستی داشته باشن، با توجه به این اختلالی که هنوز معلوم نیست که برطرف خواهد شد و هیچ کدوم از مقام‌های به اصطلاح فیسبوک و مقام‌های بلندپایه‌شون علت اصلی این اتفاق رو هنوز عنوان نکردن و گفتن که در ساعات آینده این موضوع حل خواهد شد. اما تصاویری که توسط یک سری اکانت‌های رسمی هکرها در طول 1-2 ساعت گذشته منتشر شده، گفتن که یه سری از دیتاها گویا دیلیت شده و اگر این دیتاهای مسیریاب به اصطلاح فارسی خودمون خیلی خودمونی بهتون بگم دیلیت شده باشه، قبلا هم گفتم در طول ابتدای این ویدیو که باید به پایان فیسبوک سلام بکنیم که اگر این اتفاق بیفته قطعاً فاجعه خواهد بود. این آخرین اطلاعات و اخباری هستش که به دست ما رسیده. اگر جدیدترین اطلاعات و اخبار در خصوص قطعی این موضوع به دستمون برسه باهاتون مطرح خواهیم کرد. در حال حاضر هم زاکربرگ داره با شبکه CNN امریکا مصاحبه میکنه و توضیحاتی رو میده. جلسه فوق‌العاده در امریکا برگزار شده توسط کارمنداش و نکته جالبی هم هستش که الان کارمندهای فیسبوک از طریق اپلیکیشن زوم، اونجوری که مقام‌های فیسبوک اعلام کردن، دارن با هم دیگه جلسه برقرار میکنن که بتونن این موضوع رو حلش بکنن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. کانال پشت پرده رو حتما سابسکرایب بکنید. اگر آخرین اطلاعات و اخبار به دست ما برسه برای شما منتشر خواهیم کرد. ممنون از شما.